خب دوستان سلام، وقتتون بخیر. به جلسه 4 تعمیرات موبایل بخش الکترونیکی پایه خوش اومدین. تو این جلسه میخوایم از قسمت شناخت قطعات قطعه مقاومت رو بهتون معرفی کنیم و اینکه خود قطعه چه چیزی هست، چه وظایفی داره، چه انواعی داره، یه شناخت کلی از این قطعه پیدا کنیم. مقاومت ها هم مثل خازن ها حالا شاید نه به اون اندازه، ولی خب باز قطعات پرتعدادی هستند در مدارهای برد موبایل و وظایف خیلی متنوعی دارن چون انواعشون هم زیاد هست. مقاومت ها رو با حرف آر نمایش میدن و آر هم همون مخفف رزیستر هست. واحد اندازه گیریشون اومه، منتها حالا چون اوم یک مقدار عددی پایینی هست، در صورت اینکه مقدار اون مقاومت حجم بالایی داشته باشه، خب یک پیشوندهایی مثل K, M, G, T که همون کیلو، مگا، گیگا و ترا هست میگیرن. کیلو رو که حالا بخوایم هم بگیم که عددی میشه 10 به توان 3، همون 1000 هست دیگه. همونجور که خودتون در اپ هایی که استفاده میکنیم مثل اینستاگرام میبینید یکی فالوور داره میگه تعداد فالوورام 10K هست که منظورش همون 10,000 تا هست. پس کی همون مخفف کی همون 1000 هست که به این صورت نشون داده میشه که 10 به توان 3 رو بهش میگن کی. مگا هم که 10 به توان 6، گیگا 10 به توان 9 و ترا 10 به توان 12. و از لحاظ ظاهری هم در نقشه ها به این اشکال نمایش داده میشند و اگر در نقشه این اشکال رو ببینیم منظور همون مقاومت هایی هستند که حالا تو لاین نصب شدن. مقاومت ها همونجور که از اسمشون مشخصه عملا از جلوی عبور جریان الکتریکی مقاومت میکنن. یه جورایی ولتاژ رو که میخواد ازشون عبور کنه اتلاف میکنن و باعث کم شدن اون ولتاژ میشن، حالا به حسب مقداری که براشون تعریف شده. مقاومت ها انواع مختلفی دارن، اما مقاومت های ساده علاوه رنگی عمدتاً به رنگ های مشکی و نوک مدادی میبینیمشون، ولی خب در برخی حالا موارد خاص آبی و سبز هم هستن. نحوه خوندن مقدار عددی مقاومت ها به این صورته که ما اگر در یک جایی حالا دیدیم یک مقاومت داریم ما و روی اون مقدار عددیش خورده 2K2 مثلا، خب این حروفی که حالا ابتدا، انتها یا وسط اعداد گذاشته میشه، ما باید این رو یک ممیز در نظر بگیریم، یعنی میشه 2 کی هم که گفتیم همون کیلو هست، همون 2.2 کیلو اوم هست مقدار این قطعه. و یا حالا این حروف میتونه جای متفاوتی داشته باشه، خود حروف هم همینجور میتونن فرق کنن دیگه. مثلا اگر دیدین 4 آر 4، ما گفتیم حروف رو ممیز میذاریم، پس میشه 4 ممیز 4. 4.4 آر هم که همون مقاومت یعنی اوم دیگه باید بذاریمش، پس میشه 4.4 اوم. اگر هم حالا حروف اول یا آخر بود، مثلا خورده بود حالا R200، این داره میگه ما ممیز رو اول باید بذاریم که میشه همون 2000 200,000 یا 0.2 اوم دیگه. و اگر آخر اوم رو گذاشته بود، باز جای اون صفر بذاریم ممیز بخوره، میشه 200 اوم. اما انواع مقاومت، ما به صورت کلی 3 نوع مقاومت داریم: مقاومت های ثابت، متغیر و حالا یک نوع مقاومت های فیوزی.
مقاومت های فیوزی جوری از اسمش مشخصه، مقاومت هایی هستن که نقش محافظتی رو در مدار به عهده دارن و علاوه عملکرد همون عملکرد یک فیوز رو دارن. به این شکل که داخل این مقاومت ها یه رشته سیم بسیار نازکی میذارن که در صورتی که حالا مقدار جریان عبوری از مقداری که برای اون مقاومت تعریف شده بیشتر باشه، خب طبیعتا اون سیم سوخته میشه و پاره میشه که باعث قطعی مسیر میشه. شکل ظاهریشون به این صورت هست. اینم همون سیم نازکیه که ازش در عبور میکنه و میگم اگر حالا یه مقداری که داره از اون عبور میکنه نسبت به مقداری که براش تعریف شده بیشتر باشه، باعث میشه که این قطعه بسوزه و مسیر قطع بشه. اما مقاومت های ثابت هم مقاومت های معمولی بودن که گفتیم وظیفه اتلاف ولتاژ رو دارند، به این صورت که ما اگر یک ولتاژ مثلا 9 ولت داشته باشیم، اینجا به یک مقاومت برسه و این مقاومت حالا هر مقداری که داشته باشه اون مقدار رو از این ولتاژ ورودی کم میکنه و الباقی مقدار ولتاژ از مقاومت عبور میکنه و خارج میشه. به این مقاومت ها میگن مقاومت های ثابت که یک مقدار ثابتی که براشون تعریف شده رو از ولتاژ کم و الباقی رو از خودشون عبور میدن. اما مقاومت های متغیر اینها باز خودشون به چند نوع مختلف تقسیم میشن. مقاومت های مکانیکی یا پتانسیومتر. مقاومت های مکانیکی یا پتانسیومتر ما خیلی با این نوع مقاومت ها برخورد نمی کنیم تو برد ما. اینا مقاومت هایی هستن که روی برد DIP بیشتر استفاده میشن و اینکه این نوع مقاومت ها قابل تنظیم دستی هستن. حالا به وسیله یه نوع سلکتور ریزی یا یه دایمری چیزی اینها رو میتونیم دستی مقدارشون رو تغییر بدیم. بیشتر هم تو حالا مدارهایی استفاده میشه که وظیفه تغییر یک پارامتر یا یه ویژگی رو به عهده دارن، مثل حالا تو رادیوها که تغییر فرکانس صورت میگیره یا تو وسایل الکترونیکی که صدا رو میخوایم توشون کم و زیاد کنیم، مثل حالا تلویزیونی چیزی. و میگم به همین خاطر هم از این نوع پتانسیومترها خیلی به کار ما نمیاد تو مدارهای برد موبایل. پتانسیومترها 3 تا پایه دارن این نوع مقاومت ها، به این صورت که 2 تا پایه های دو طرف. ما اگر این رو الان یک مقاومت پتانسیومتر در نظر بگیریم، 3 تا پایه دارن که این 2 تا پایه به وسیله یک مسیر مقاومتی به همدیگه وصلن و این پایه وسطی هم به وسیله یک پلی به اینها متصل میشه که وقتی ما حالا یک همون سلکتور یا حالت ولومی که داره رو کم و زیاد میکنیم، این پل حرکت میکنه روی این مسیر مقاومتیه و طبعا مقاومت رو تغییر میده. اما مقاومت های وریستور یا حساس به ولتاژ، مقاومت های وریستور با VDR نمایش داده میشه. اینها وابستن به مقدار ولتاژی که حالا میکنه. VDR مخفف همون ولتج دیپندنت ریزیستر هست و اینکه ما تو به مقاومت های وریستور یا همون حساس به ولتاژ یک خروجی معینی برای این مقاومت ها مشخص میشه. وریستورها عمدتاً به صورت موازی در ابتدای مدار وصل میشن. اون هم دلیل داره. وریستورها که گفتیم
مقاومتی هستند متغیر که وابسته به ولتاژند. در صورتی که ولتاژ افزایش پیدا کنه بیش از حد مشخص، با بالا رفتن و افزایش ولتاژ مقاومت به شدت کم میشه. یعنی با بالا رفتن ولتاژ مقاومت میاد پایین و برای همین هم هست که حالا از این مقاومت ها اول مدارها استفاده میشه و به صورت موازی تا به خاطر نوع نقش محافظتی که دارن از مدار محافظت کنن. مقاومت های وریستور رو در نقشه ها با این اشکال ما میبینیم. این خود دو تا تصویری که بهتون نشون دادم تصویر مقاومت ها بود و این خطوطی که الان روشون هست نشون دهنده نوع این مقاومت هست که به ما میگه این مقاومت های VDR یا همون وریستور حساس به ولتاژ هستن. اما مقاومت های نورانی، مقاومت های LDR که مخفف لایت دیپندنت رزیستر هست و همونجور که از اسمش مشخصه این هم مقاومت هایی هستند که وابسته به نور هستن، یعنی با حساسیتی که دارن روی نور محیط مقدار مقاومتشون تغییر پیدا میکنه. یه مثال ساده براتون بزنم که راحت بتونین نحوه کارکردشون رو بفهمین. تو خیابون ها اگر دیدین لامپ هایی که حالا تو اتوبان ها زده میشه یا تو منابر شهری یا پارک ها زده میشه، با تاریک شدن هوا خودکار لامپ ها روشن میشن و به محض اینکه نور محیط روشن میشه و روز میشه لامپ ها خاموش میشن. در این نوع سیستم ها از مقاومت های نورانی استفاده میشه که باعث میشه خودکار با تغییر نور محیط مقاومت ها مقدارشون تغییر کنه و حالا جریان وارد مدار بشه یا قطع بشه. اما نوع بعدی در مقاومت های متغیر مقاومت های ترمیستور هستند. مقاومت های ترمیستور یا مقاومت های حساس به دما که خودشون باز به دو نوع مجزا تقسیم میشن. مقاومت های حساس به دما رو با TDR نشون میدن که مخفف Temperature Dependent Resistor هست. Temperature دما Dependent هم که همون وابستگیه که این مقاومت ها دارن، ریزستر هم که مقاومت هست. پس مقاومت های بعدی ترمیستور ها بودند که حساس به دما هستند و با TDR نمایش داده میشن که مخفف Temperature Dependent Resistor هست. اما این نوع مقاومت ها به دو تا نوع دیگه تقسیم میشن، یعنی مقاومت های حساس به دمای بالا و مقاومت های یا مثبت و حساس به دمای منفی. مقاومت های حساس به دما به دو نوع PTC و NTC تقسیم میشن. باز اینها مخفف همونجور که از این P و N اولشون مشخصه، یعنی پازیتیو و نگاتیو که همون نشون دهنده حساسیتشون هست به افزایش دما یا کاهش دما. PTC میشه پازیتیو تمپرچر کافیشنت و NTC هم میشه نگاتیو تمپرچر کافیشنت که میشه کافیشنت همون ضریب هست و تمپرچر هم حرارتی، حرارت دما و نگاتیو و پوزیتیو که میشه مثبت و منفی، پوزیتیو مثبت و نگاتیو منفی. اما چجوری عمل میکنن این مقاومت های PTC و NTC؟ مقاومت های PTC مقاومت هایی هستن که با افزایش دما مقاومتشون به شدت افزایش پیدا میکنه، یعنی همینجور که داره دما افزایش پیدا میکنه مقاومت هم افزایش پیدا میکنه و رابطه مستقیم با هم دیگه دارن و بعد حالا که دما پایین میاد مقاومت هم به محور اولیه برمیگرده. اما مقاومت های NTC رابطه عکس با دما دارن، یعنی با افزایش دما مقاومتشون کاهش پیدا میکنه و برعکس با کاهش دما مقاومتشون افزایش پیدا میکنه. یک نوع دیگه هم از مقاومت های متغیر داریم که بهشون میگن مقاومت های مغناطیسی با MDR نمایش داده میشه که مخفف Magneto Dependent Resistor هست و این هم
از اسمش مشخصه مقاومت‌های مغناطیسی که وابسته و حساس به مغناطیس هستند. یه نمونه ساده‌شو بخوام از این مقاومت‌ها بگم، کجا استفاده میشه تو قطب نماها و حالا حتی تو بعضی جی پی اس ها هم از این نوع مقاومت‌ها استفاده میشه. این بود به صورت کلی حالا نحوه کارکرد مقاومت، انواع مقاومت و اشکالشون همراه با واحد اندازه‌گیری این قطعه. امیدوارم که از این جلسه هم نهایت استفاده رو کرده باشین و تا جلسه بعد خدا نگهدارتون.